زندگی آهنگ‌های گوناگون دارد. گاهی پر از ترنم و زیبایی، گاهی دیگر پر از غم و غصه، ولی هر یکی از این آهنگ‌ها آموزنده می‌باشند. آدمان پیوسته با آنها زندگی می‌کنند و کمال می‌یابند. اکادمیک کرامت الله عالموف زاده ناحیه استرافشان است. او تابستان سال 1944 به دنیا آمده است. زمان کودکیش به زمان پس از جنگ بزرگ وطنی راست می‌آید که نخستین یادداشت‌هایش به حساب می‌روند. حولیچه ناآباد بود. سالهای بعد از جنگ وطنی شاید همون 5 ساله 6 ساله باشم. همون وقت همینش در یادم است. مردم دیگه بسیار مردم مهربان و یکدیگر بودند. روی سفیدای بسیار هم خردمند بودند. زنهای عاقل بودند، لیکن در جنگ بسیارشان فرزندهاشان شوهرهاشان گم کرده بودند. یک سرفه داشتیم، بیگاهی ها همون زنها به همونجا جمع می شدند. مادرم همون شاهنامه و ابو مسلم نامه و همین کتاب ها داشتند، حافظ و سعدی می خواندند، قصه ها را نقل می کردند. بعضا زنهای شوهر گم کرده، فرزند گم کرده گریه می کردند. باز بعضی لحظه هایی می شد که می خنداندند. مردم هم گاه ها می آمدند و سفیدای دیه نزد پدر صحبت ها می شد. در همون صحبت ها من خرد بودم، لیکن می نشستم. زمان کودکی کرامت الله عالموف در خانه بابایی‌شان سپری می گردد. آن زمان زمستان بسیار برف می‌بارید و مشکلی مردم را زیاد می‌کرد. خانه ها تریزه نداشتند. دو در داشتن و آستانه، خانه‌ای که هم جای نشست و هم جای خواب و صندلی داشت. زمستان صندلی به علاوه می‌کردیم. برف بلند می‌شد اون وقتا. حتی بادرو کرده اصلا در پرده‌ای که در محکم میشد، شمال برف را به خانه می آورد. آگاهی می‌خواستیم که بالای کرپه همین جاگاه ما برف جمع شده است. لیکن همین خیلی که از سردی و همین چیزا ارگانیسم عادت کرده بودیم و همون شرایط مطابق شده بودیم. پدری کرامت الله عالموف از شمار نخستین دانشمندان بخش طب در استرافشان به حساب می رود. او با استفاده از گیاه‌های شفابخش مردم دیار و همسایه دیه‌ها را طبابت می نمود. با همین کسب نغزکنی می گفتند و اصطلاح امروزه همین پریویف که می گویند، از کسلی های نغزک و که روی کودک ها چطور می شد، چشماشان نابینا می شد. در وقتش کسلی وزنی بود. در دوره همین پادشاهی مکتب محلی روسی را پدرم تمام کرده. همین کسب را از دکتران روس آموخته بودند و قلمرو استرافشان خیلی وسیع بوده است اون وقت. از همین شهرستان سر کرده تا همونجا وقت راههایم ناآباد بودگی، پدر برای همین ایم کردن و مقابل کسلی چیچک، یعنی همون نغزک میگن به اصطلاح دیگر، مبارزه بردیم. 50 سال همین کار رو میکردم. خودی منم همینا در دست پایش هست. پدر همین ایم کرده بودم. زمان خردسالی وقتی کرامت الله خردسال میدید که نورسان به مکتب می رفتند، خواهش مکتب می کند و از والدین خیش التماس می کند تا او را برای خواندن اجازت بدهند، ولی چون سن و سالش نمی رسید او را قبول نمی کردند. همین گونه هم او هنوز تا به سن 6 سالگی نرسیدن به مکتب می رود.
مادرم میگفت که تو 5 ساله هنوز وقتی مکتب نشده است. همین سال آیندهش بازم بسیار اصرار میکردم. اون وقت طلبه ها هم کمتر بودن، اهالی کمتر بود. از 6 ساله نشده بودم هنوز، همون مکتب رفته بودم، صنف یکم. و همین مکتب یک مسجد رو دیوار کرده مامانش مکتب کرده بودن. میگفتن که همون مسجد بابا کلانای ما گویا ساختگی، نقاشی کردگی، بسیار بنای زیبا بود و از مابینش دیوارا کرده، انداوا کرده و صنفا جدا کرده بودن. مکتب 7 ساله بود اون وقت. همون مکتب 7 ساله رو وقتی ختم کردیم، بعد مکتب های میانه در شهر بود و شهر رفتیم. اون وقتها باز برای صنف 8 داخل شدن از 2 فن امتحان میگرفتن، از انشا و باز از متماتیکا، فیزیکا. خب و صنف 8 اونجا قبول کردن. کرامتالله علیموف اولا مکتب 7 ساله دهه‌شان و بعدا مکتب 10 ساله به نام گورکی شهر استرافشان را ختم میکند و این ختم کنی با توصیه استادان و والدینش او باید حجت‌های خویش را به بخش طب میسپارید، ولی وقتی به دوشنبه می آید او حجت‌های خویش را به دانشگاه دولتی تاجیکستان میسپارد و آنجا آغاز می شود حیات علمی این شخصیت. بعد از آن که مکتب میانه را ختم کردم آمدم اینجا، همین شعبه شرق شناسی در دانشگاه ملی تشکیل شده بود. بنابراین حجت‌ها را به همینجا سپردم. همونجا قبول شدیم. 5 سال خواندیم، با دیپلم اعلا تمام کردم. رفیقان بسیار خوب، مثلا ما در همون گروه 12 نفر بودیم. قریب همین دانشجوهای و دخترانی که همراه ما تحصیل میکردن با بهای خوب و اعلا تحصیل میکردن. دانشگاه ملی تاجیکستان یکی از بزرگترین مکانهای آموزشی زبانهای شرق در گذشته و امروز به حساب می رود و دانشگاه را یافتن به کرامتالله امکان می دهد تا از صحبت عالمان معروف تاجیک درس بگیرد و دوستان زیاد پیدا نماید. سال 1964 کرامتالله علیموف همچون اسپیرانت به انستیتوت فلسفه اکادمی علمهای تاجیکستان می آید و آنجا به تحقیق آغاز می کند. در این مکان با رهبری بهاءالدین و فیلسوف معروف تاجیک او می تواند نازکی های فن فلسفه را از خود بکند و پهلوهای نازک علم را برای تحقیق من بعد انتخاب نماید. اون وقت یک عادت بود. بعد از امتحان ها هم از صحبت استاد بهاءالدین همه میگذشتیم. فیلسوف نامی نه تنها تاجیکستان بلکه در اتحاد شوروی بودن. اون کس به شاگردی قبول کردن. اصلا اون دایر به قیده های فلسفی و اجتماعی سیاسی صنایع رساله نامزدی نوشتم. در این هنگام 2 مرتبه او به حیث ترجمان به افغانستان سفر می نماید و کارهای نظررس را در بخش جامعه شناسی و جامعه شهروندی انجام می دهد. این بازگشت به وطن به انستیتوت برمیگردد و تحقیق خود را ادامه می دهد. و در حقیقت در اون یک مکتب خیلی بزرگی برای من بود، چون که اونجا هم مکتب دیپلمات یا هم مکتب سیاست و هم آشنایی با شخصیت‌های خیلی نمایان بود. کرامتالله علیموف به تحقیق افکار فلسفی نیاگان مشغول شده. پهلوهای مختلف جهانبینی ابوالمجید صناعی، عبدالله انصاری، ابو سعید ابوالخیر را همه جانبه معین می نماید و در شکل کتاب و رساله چاپ نموده به اهل تحقیق پیشنهاد می نماید. حکمت ابن سینا، ابو ریحان بیرونی، عبدالرحمن جامی،
کمال خوجندی، میرزا بیدل، پیر هرات و دیگران را آموخته پیرامون اهمیت و تأثیر آن به فلسفه جهانی مقاله های ارزشمند به تن می‌رساند. سمت و خصوصیت های انکشاف افکار فلسفی و اجتماعی اخلاقی مردم فارسی نژاد را نشان می‌دهد. وقتی که در جمهوری ما وضعیت ناگوار پیدا شد، بعضی ها موقع های نادرست را اشغال کردند از همکاران ما، لیکن اکثریت همکارا از اکادمی علم ها، از انستیتوت فلسفه جانبداری سیاست دولت بودند و برای آرامی و صلح ما همه طرفدار بودیم، کوشش میکردیم و جناب عالی پیشوای محترم ملت ما دعوت کردند ازشان، گفتند که ما هم باید به وطن خدمت کنیم. کمیسیون آشتی ملی تأسیس داده می شود و شما را من به همین عضویت کمیسیون آشتی ملی از جانب حکومت توصیه کنم و البته برای وطن در همون دوره صلح که آرزوی امید واقعا هم جدی مردم ما بود و هر یک ما بود، از این پیشنهاد محترم امام علی رحمان و باوریشان و من خیلی خوشنود شدم و راضی شدم. کرامت الله عالموف میگوید که در جلسه 16 شورای عالی نمایندگان خلق توانستند شخصیت ارزنده را برای حفظ دولت انتخاب کرده باشند. این صلح بیشتر با تشبث جناب عالی شده بود و در همین کمیسیون آشتی ملی من با گریزه ها در زیر کمیسیون گریزه ها تعیین شده بودم و گریزه ها رو ما می آوردیم. وقتی که می آمدند یا و محل های زیستشان برده جا می کردیم. شرایط وزنین بود، لیکن در همون دوره وقتی که از قربان تپت به طرف شهرتوت می رفتید، خانه ها دو طرف تمام دیه ها سوخته، نه بام بود، نه در، نه تریزه، سیاه همه سوختگی. انسان اونجا دیده نمیشد در اون جایها. وضعیت بسیار هم دشواری بود، از جهت اقتصادی هم خراب شده بود. بنابراین در همون وقتی که شورای اجلاسی 16 شورای عالی در خوجند و کار خود آغاز کرده بود، ما از وکیلان همون وقت باید منتدار باشیم که در حقیقت یک کار بزرگ تاریخی برای ملت، برای دولت ما کردن. محترم امام علی رحمان که یک شخص جسور، حقیقتجو و در حقیقت برآمدهایشان پرینسیپناک، ناترسانه بود. مردم احترامش زیاد بود و همه مفتون همین شخص که چقدر جسورانه موقعی بسیار هم استوار را اشغال کرده برای آینده دولت ملت کوشش میکنه. و همین کس را که رئیس شورای عالی در خوجند انتخاب کردن و همزمان سرور دولت حساب میشدن، یک گردش کلی و در حقیقت در تاریخ تاجیکستان این اقدام خیلی هم بزرگ بود. از سال 2001 تا 2004 کرامت الله عالموف در وظیفه وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده. در این هنگام برای تأسیس دادن کنسرواتوار ملی تاجیکستان، کالج خریاگرافی و همزمان تربیت نمودن آوازخوان‌های اپرا و چندین کارگزاری‌های دیگر سهم گذاشته است. پرزیدنت ما همه ساحه‌های فرهنگ را برای احیا کردن
کوشش کردن. مثلا 6 مقام را مقام دولتی دادن، فلک را همچنین. ما کوشش کردیم که 6 مقام در فهرست یادگاری های غیر مادی یونسکو وارد شود. بحث های هم بودن در پاریس. غیر از این یک مسئله دیگر که وابسته در همون وقت بعدا جناب عالی مرا دعوت کردند، در نزد خودشان مشاور دولتی پرزیدنت تعیین کردند. در این دوره نیز فعالیت گسترده امکانیت های بیشتری به وجود آمدند و سپارش های سرور دولت نهایت و موقع و اهمیت تاریخی برای ملت ما داشتند. همزمان از سال 2004 تا 2007 او مشاور دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بود. از سال 2001 تا به امروز رئیس کمیسیای ملی جمهوری تاجیکستان آید به کارهای یونسکو. همزمان سالهای 2007-2008 دیرکتور انستیتوت فلسفه به نام بهاءالدینوف اکادمی علم‌های تاجیکستان، دیرکتور انستیتوت شرقشناسی و میراث خطی اکادمی علم‌های تاجیکستان سالهای 2008 تا 2010. اجرا کننده وظیفه نایب پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان، رئیس شعبه علم‌های جامعه شناسی اکادمی علم‌های تاجیکستان و اکادمیک اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان است. خیلی مردی حلیم و مهربان هستند و بسیار شخصیتی دانشمند هستند معلم و خودی خدمت‌های معلم در ساحه علم خیلی زیاد هستند. شاید در بین اکادمیک‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در بین فیلسوفا در نظر دارم، در عین حال اکادمیک کرامت‌الله علیموف یگانه محقق باشد که تمام عمر پربرکت خود را نوابسته از آنی که در دیگر ساحه ها هم که کار کردند، وزیر بودند، وزیر فرهنگ بودند، لیکن از علم هیچ وقت کنده نشدند و این باعث عبرت است برای دیگران هم که معلم عاقبت به انستیتوت فلسفه برگشتند و در تا امروز در انستیتوت خدمت میکنند. کرامت‌الله علیموف از جمله اون شخصیت‌هایی هستند که در رشد علمی فلسفه در جمهوری تاجیکستان، هم سابقاً جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و در تاجیکستان صاحب استقلال سهم خیلی هم نظر گذاشتند. او با یکجایگی با چند شریک در سمون خود سالهای 60م 70م عصر گذشته به راه فلسفه قدم نهادند و بعد از ختم فاکولته زبانهای شرق دانشگاه ملی تاجیکستان به تحقیق فلسفه نیاگان ما پرداختند. سهم استاد کرامت‌الله علیموف مخصوصاً در تحقیق تصوف، عرفان، تحقیق تصوف خراسان خیلی زیاد است و خوشبختانه تمام متفکرانی که در ابتدای وارد شوی به ساحه تاریخ فلسفه استاد کرامت‌الله علیموف سهم گذاشتند. این تحقیق فلسفه شاعر و متفکر بزرگ تاجیک صنایع غزنوی بود. من بعد در تحقیق فلسفه عبدالله انصاری و عموما تحقیق عالمان و دانشمندان عرفانی خراسان خیلی هم سهم بزرگ گذاشتند. در کنار پژوهش و تحقیق این دانشمند پرکار به ترجمه بدیعی شغل می‌ورزد. من جمله اثرهای بی‌زوال حکیم ابن سینا از هویه را از تاجیکی به روسی و انشارات و تنبیهات را از عربی و تاجیکی برگردانیده است. زیر نظرش چندین مجموعه رساله‌های علمی ادبی و معلومات دهنده روی چاپ آمدند. با بسیار کتاب‌های علمی تقریض نوشته است. کرامت‌الله علیموف از ادبیات پیشین و معاصر تاجیک خوب آگاهی دارد. به شعرگویی وقت می‌یابد. طبعش بلند است. توصیف و ستایش فضیلت‌های نیک انسانی موضوع اساسی اشعارش را تشکیل می‌دهند. آثار علمی این فیلسوف جدیکار در روسیه، آمریکا، آلمان، لهستان، ایران و افغانستان و دیگر کشورها نشر شده
او در کنفرانس و سیمپوزیوم های بین المللی حکمت و فرهنگشناسی سخنرانی نموده مسائل عمده علم فلسفه را مورد بحث قرار داده است. فهرست یادگاری های تاریخی یونسکو سر از سال 2010 وارد گردید در برزیلیا. ما با مراجعه کاتب کمیسی ملی یونسکو من رئیس کمیسی ملی تاجیکستان آید به کارهای یونسکو همزمان بودم 12 سال. برای عملی شدن سیاستی دولت ما سپارش های سرور معظم دولت ما کوشش میکردیم و در برزیلیا بحث های هم صورت گرفته بودند. تا ساعت های 10-12 شب بحث ها دوام میافتند در پایتخت خود برزیل، شهر برزیل. در نتیجه بحث ها باز میسر شد که سرعزم به فهرست یادگاری های تاریخی یونسکو وارد شود. ساعت 10 شب اعلان کردند که سرعزم وارد این فهرست یونسکو شد. وقتی یک عادت هست وقتی که ابیکت فرهنگی یگان دولت بر روی خط وارد می شود، نماینده های راهبرای هیئت های دیگر آمده تبریک میکنند. این امریکا، استرالیا، مثلا انگلیس، هندوستان و دیگر نماینده های کشورهای دیگری اعضای یونسکو آمده تبریک میکنند. یعنی در همون حالت از یک طرف افتخار، از طرف دیگر همینقدر غرور ملی که ما صاحب دولت بودن ما در بیرون بسیارتر احساس میشد. افتخار ملی اینم از چشمایم اشک ریخته ایستاده است. اگر استقلالیت ما پایدار نمی بود، دولت ما اگر استوار و پابرجا نمی شد، اینقدر فرهنگ ما در فهرست سازمان های بین المللی جهانی چگونه وارد می شد. بنابراین ما در حقیقت باید شکرگزار باشیم که فرهنگ قدیمی ما و این دستاوردهای بزرگ مدنی خلق ما از طرف سازمان‌های بین المللی اهل علم و فرهنگ جهان اعتراف می‌گردد. در برابر تحقیق تاریخ فلسفه تاجیک استاد کرامت‌الله علیمов با تربیت شاگردان نیز مشغول بودند و خوشبختانه بنده نیز یکی از شاگردان استاد کرامت‌الله علیمov هستم که با این افتخار دارم، زیرا که بنده یکمین اسپیرانت استاد کرامت‌الله علیمov هستم که تحت راهبری بیوسته آن کسان رساله نامزده خود را در موضوع جهانبینی بهاءالدین ولد و نقش آن در تشکل و رشد طریقت تصوفی مولویه دفاع نمودم و خوشبختانه به من میسر گشت که اولین دکترانت استاد کرامت‌الله علیمov باشم و تحت مشورت های علمی استاد کرامت‌الله علیمov من سال 2006 رساله دکتری خود را نیز با نام طریقت تصوفی مولویه تاریخ نظریه و عملی آن دفاع نمودم و خوشبختانه در این مدت توانستم که از تجربه و سابقه غنی که استاد کرامت‌الله علیمov دارند خیلی بیاموزم و هرچی تحقیقات، هر مقاله و هر کتاب علمی که با قلم بنده نوشته شده است، این میتوان گفت که محصول استاد کرامت‌الله علیمov نیز هستند، زیرا که برای هر نوشته ما شاگردان اون کسا مصلحت میتیند، دستور میدن، هدایت میسازند و محض نتیجه همین است که تحقیقات ما شاگردان در مجله های با نفوذ علمی و وطنی به چاپ میرسند. خدمت های شایسته کرامت‌الله علیمov از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با اردن های نشان فخری، شرف درجه 1، مدال جشنی ریاست شورای عالی، ارباب شایسته علم و تکنیک جمهوری تاجیکستان قدردانی شدند.
кароматулло Олимов тавониста дар рӯзгори хеш баҳри ба миён омадани ваҳдати миллӣ, баҳри рушди фарҳанги мардумӣ, фарҳанги миллӣ ва муаррифии ин халқият дар ҷомеаи ҷаҳонӣ саҳм мегузорад. китобҳои зиёде навишта, ки имрӯз баҳри олимони ҷавон ва ҷавонони кишвар пешниҳод карда мешаванд. яъне ӯ хизмате карда мондагор дар саҳифаи илм ва фарҳанги тоҷикистон. имрӯз дар тоҷикистон бо шукрона аз вазъи имрӯзае, ки тамоми ҷомеаи моро сулҳи оламафрӯз фаро гирифтааст, қадам мезанад ва ифтихор аз он заҳматҳое мекунад, ки дар қатори дигар фарзандони миллат кардааст. мо ин дастовардҳое ки дорем натиҷаи ҳамин сиёсат аст ва ман ҳам худро ҳамеша қарздор ҳисоб мекунам, ки ба ҳамин қадар имкониятҳое ки барои ман ба вуҷуд оварданд, вазифаҳои баландро муносиб донистанд, таъин карданд, бояд хизмат кунем. имрӯз дар нафақаам бошем, боз дар институти фалсафа кор мекунам. шогирдҳоро тарбия кардем, аз ҷумлаи докторҳо, номзадҳои илм, ва аз пешрафтҳои равнақи илми имрӯзаи академияи мо хеле шод ҳастам ва то умр боқӣ бошад барои ҳамин ҳадафҳои олӣ, ки миллати мо, давлати мо, сарвари давлати мо доранд, хизмат мекунем.